سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من علی هستم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو خودتون. تو این ویدیو میخوام از طریق پرچم بریم داخل یه روم و یه اسنایپ بزنیم و ببینیم برنده این دوئل کیه. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. خب بریم با هم مچ اول رو ببینیم چی میشه کرد و با گن HDR. تیر اول میس، تیر دوم توپ ها. برو حالش رو ببر. اوه این هم اومد و اول میس، دوم ما رو میزنه. یارامونو میبینیم که دارن زحمت میکشن و تک به دو میزنن و یه مچ ما میگیریم. خدایی گان اشتیار خیلی سخت زدن باهاش، ولی خب دمج خیلی بالایی میده. تو اسنایپر موبایلیتی پایینی داره ولی خب دمجش خیلی بالا. یارمونو ببینیم کمپ، اونورم کمپ. نیدو بندازیم بکشونیمش بیرون، یا کیل میشه یا میکشیم بیرون دیگه. نیدم انداخت میپنیم پایین و بریم. میبینیم این تله همیشه کار میکنه. طرف کشینیم بیرون و تیر اول میسونم میسده مالی ما میزنیمش. همچنان قدرت ما بالاتره. خب بریم دنبال بقیه که نمون. یکی یارمون زد، یه نفر دیگه مونده. اون یه نفر کجاست؟ کمپ نکنین خدایی بابا، دیگه اسنایپ کمپ نداره. البته حقم داره، سه تکیم عین هاشش. تیر اول میست، تیر دوم دوباره تو پا. به به. مچ دوم هم گرفتیم و صفا باشه. بریم برای مچ سوم. دوباره همون تاکتیک، تو خونه چوبی و یارمونم کمپ و ببینیم اونو کمپن. نه بریم بگردیم دنبالش. یارمون که راشداد زدش. 3-4 بود تو شدیم، 3-3 زد. یکی دیگر هم زد 3-2. اوه صدا پا اومد. به داشت فرار میکرد تفلی. آخه الهی. خب بریم ببینیم یه نفر دوباره موند و بوم براش تله گذاشتن. ایناش کاراکتر مشکی توی یه مپی که همه چیزش روشنه داره تابلوه، ولی خب کاراکترش قشنگه دیگه، لابد برای خودش. باز میس. این دیگه خدای امروش بود. چیری میس رفت دوباره میس. منطقیه. یه ریلود کنیم اینور بریم قافلگیرش کنیم. این هم قافلگیر کرد ما رو. دوباره میس. بابا به قرآن این یکی امروش بود دیگه. من نمیدونم تیر چیری میس میره. البته خب یه چیزی هم هست، شاید نتمون مثلا زده. به با بمب بردیم. مچ سوم گرفتیم، میریم برای مچ چهارم. اون تاکتیک قدیمی زنده است، دوباره همون روش. این دفعه یارم اومد بالا. اون یارم نگاه نتش نیست، وایساده. خب اینجوری که بوش میاد 5-5 استارت کردیم، الان شدیم 3-4. بچه هایی دارن لفت میدن، من نمیدونم چرا. خب بفرما لفت داد. این یه خیالش رو راحت، داداششون مچ جمع میکنه دیگه. اینجا دوباره میس. نمیدونم چرا انقدر میس اینگام بالاه. من مثلا تو دست کارکتر ایستادم. خب زدارجی رو میکشیم و ببینیم با زدارجی ببینیم چیکار میتونیم کنیم. هی دوباره همون تاکتیکو پیش بیدیم. ببین آخه این بالا اگه خط باشن که میتونی بزنی، اگه هم نه که اینجوری جام بزنی و باز دوباره میس. نمیفهمم. منطقیه اونم کمپن و صفا باشه. به به به. نباید به من راش بریم بابا. من خوراکم اینه که راش بریم، راحت میزنم. نگاه باز میس. اوه نزنه. نزد و من میزنمش. دیدی میگن نزنی میخوری، همینه. نگاه دمج. میگم هیچی مثل HDR نیست. HDR خیلی گانه خفنیه تو اسنایپ. به به به. مچ چهارم هم گرفتیم، شون 4-1. 2-4 خوب. این چه مچ نامردیه. دقیقا 2 برابر من. خب بریم ببینیم چه میکنیم. اینجا یه ذره خطریه بریم بالا. این یارمون رفته یکم خطریه. میزنیم نفر اولشونو بابا. نیدم دارم مینزنم، نفهمیدم نید خودمون این نید یارمون. اونا تاکتیک ما رو پیش گرفتن. همه تو خونه چوبی و به به. 3 تاشونو من زدم. با یاره یه کاری کنین تو رو خدا دیگه بابا. هی بابا من هم میخوام گودراتمو به رخ نکشم، نمیذارن بابا. یارمونم زد. خب شیم تک به تک.
باز دوباره فکر کنم همونی که تو خونه چوبیه میرفت این اونور. پرید پایین. کجا داری فرار میکنی دایش؟ بیا دیگه تو رو قرآن. یه دونه تیر دیگه. هیپا ازنم میس رفت. باز دوباره میس. خب این که البته نخورد. اینم نخورد. اینم نخورد. اینقدر جنگلک بازی در نیار بابا دیگه. اول آخرش باید ببازین دیگه. این کارا چیه؟ چرا اینقدر بازی رو سختیش میکنی؟ اوه یارم هم لفت داد. یکم هم اونا لفت داد تک به 3. ببین دیگه خیالشون راحت. من چه جمع میکنم همه هی لفت میگم بابا این گوداتش بالا ما به این نمیرسیم. آره دیگه خلاصه بریم برای یه تک به 3 با کمپ. به به میزنیمشو. بگریم اینو. نه نامرد نید C4 بگیرش کن. با نید خودش مرد. اصلا نیازی به C4 منم نبود. ببینیم اون یه نفر کجاست. ای نامرد از بک با AMR تیر ترمایتی. اوه نشد که بشه. HDR رو میاریم که قشنگ کار رو برامون جمع کنه دیگه. چیه هی دمج. خب یه نگاه کنیم هیچکی نیست. بریم داخل ببینیم چه خبره. کمپن. به منتظر بود من میشیتون بلا. خب اینو از اینو بریم برای نفر آخر. تک به تک شد دوباره. میس همچنان میس. اونم میس. منم میس. همه میس. ولی دیگه مچ جمعه. آره دیگه بابا به ما نمیخوری خدا وکیلی. به جدرت ما رو نگاه کن. نگاه. خب بچه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی فعلا خدا نگهدار.